سلام، چطورین؟ امروز میخوایم ساعت 7 صبح بریم محضر برای فیلم برداری. خورشید هنوز بالا نیومده، هنوز وسط آسمون هم نیست. اینجا مشخصه انگار به زور از خواب بیدارم کردن. مغازه هم که هیچکی باز نیست. خب میرسی محضر. اینجا هم داخل محضره، همه آمادن، فقط انگار منو به زور آوردند. اینم سفره و دوربین و خب همه چی خوشگل. خب حالا عروس اومد. اینجا داشتم دیتیلشون عکس میگرفتم. خب یه چند تا عکس دیگه هم بگیریم. بازم من و من یه زاویه دیگه، من یه زاویه دیگه. خب اینجا مردا اومدن میخواستن خطبه رو بخونند. خب حالا ببین اینجا چه اتفاقی میفته. من سر سپایه رو نیوردم که وصل میشه به دوربین. اینجا هم رو دوربین رو گوشم رو سپایه با دست گرفتمش.